امروز یک نفر برایم اشتباهی فرستاد. کجایی؟ دلم حری فرو ریخت. مدت‌ها بود منتظر شنیدن همین یک کلمه بودم. چه فرقی می‌کند کجای دنیا نشسته باشی؟ مهم این است که یک نفر هست که کجا بودن تو برایش مهم است. شاید آن یک نفر رویش نشود بگوید دلم برایت تنگ شده و به جانم نق میزند بیا دیگر، و همه این حرفها را خلاصه کند در کجایی. داشتم به همین چیزها فکر میکردم که دوباره برایم فرستاد. ببخشید، اشتباه فرستادم. برایش نوشتم میدانم. من در ایستگاه اتوبوس خیابان ولیعصر نشستم. می شود اشتباهی گاهی حال مرا بپرسید؟ اما او دیگر حالم را نپرسید. آدم غریبه ها برایشان مهم نیست که دیگران چگونه‌اند و کجای شهر نشستند. تو که غریبه نیستی. بپرس حال مرا. بگو کجایی.